پدرم من دلار میخرم. چقدر میگیری؟ نمیدونم کنی بین پولم به چقدر میرسد. دستانتان رو بردارید. بردارید. ایستو نپران. من نبیره یتیم دارم نپران. پولها را ده. نده پولهای مرا نده. پول زیده شو جان. من چکار میکنم؟ نبیره هایم در سری راه میمونن. ده یاری ده از غارت میکنم. دوست ایسا نگرید. داره آخری پول خونم دارید خبری نیست؟ مادرت هم او را محافظت کردن گیرد. او در کجاست؟ شاید کمک کرده تواند گفته به نزد کمیسر عزیز را. چی؟ از او کمک میخواهد؟ در نزد درش 2 پلیس ایستاده است و هر دفعه برای کمک به نزد کمیسر عزیز میرود؟ از کجا دانم کارهای اکم را او میدیده؟ با اکد کسی کمک کرده نمیتواند. او از راه برآمده است. دیگر از او امید نیست. پدر من هم در اینجا زیخ میشوم. اکم زود یگان بلا رو به سرمون میارد. مادرم باشند نفس کشیدن نمیگذارند. این خیل نکن اون خیل نکن. التماس پدر جان مرا هم برید. هم روی اپای افسون زندگی کنم. من زود به خبرگیریش میایم. پدر جان من در اینجا زیخ شدم. دخترم این خواهش تو مثل پیشتر آسان نیست. مناسبت افسون با من آنقدر خوب نیست. البته او حق است. بخیر است چی شد؟ باز چی میشدم اینه؟ بیمارخانه شعبه پلیس از آیله‌دار شدنمون 1 روز زمان به بلا نگذاشته است. او هم دلگیر شد. گرچه که سخنهایش را تحمل کردن آسان نیست. من هم غرور دارم. سرخم نمیکنم. خیر چیکار میکنه؟ جدا میشوید؟ با فکرم که خواهش اکل اجرا میشود. برای مرا از افسون جدا کردن موفق شد. فکر میکند که همش مثل پیشتر میشود، اما هیچ چیز مثل پیشتر نمیشود. نه با مادرت و نه با یاسین. آب ریخته جمع نمیشود.
دیشب در اون خونه چیکار میکردی؟ مرا خبردار میکردی تو رو پیشواز میگرفتم. از کجا دانم؟ وقتی گفتی که نباید به من تهدید میکند فکر کردم اگر او را بکشم همش حل میشود. پس چرا نکشتی؟ نشد. نقشم را برباد داد. کمپیر داد گفت. داد زد و تو ترسیدی. تو کودک رو فریب میکنی ها؟ دردی تو نباید نه دیسک است. میخواستی با اون دیسک برای تهدید کنی همین طور نه؟ سفسطه نخوان. سفسطه میخونم ها؟ سعید گفت بخونه تو همچون استای کامپیوتر در اومده ای. خیر چی کار میکردم؟ کاری با تیمور کردت را خودت به من نقد کردی. آخری کاری من هم همان طور شود. اگر همین طور رفتن گیرد به شبهه میشود. خودت میدونی از این پس من با تو شریک نیستم. نه این خیلی نمیشود. من تنها دیسک را قطع کردم. آن را من برای روزی مبادا آماده کردم. اگر لازم شود استفاده میکنم. من چیزی مهمی را میدانم خانم پینار. خیر میلش این طور باشد بیا با موافقه میاییم. ضرر رسوندت رو باید جبران کنیم. اگر اون دیسک نمیشد من کایها از شرف خلاص میشدم، البته از دیگرانش هم. اما احوالی مرا بین. شرف ایستاد گفته رسما زوره تولد دارم چون که نباید در بالای سرم است. اگر یک کاری خطا کنم اون دیسک رو به همه نشان میدهد. خیر میخوای چیکار کنم؟ اگر شریکی رو در حقیقت دوام دادن خواهی شرف رو بکش. این کارو چگونه میکنی من نمیدونم. من و شرف رو تنها مرگ جدا میکنم. امینه با کجا؟ پدرم تو مکتب میبرند. مالش امروز رفت. دیرتر حجت رو میگیرم. دخترم رو در حالت ناگوار نگذار. به این هم یک سال مبلغی تحصیلش رو سپاریدم. اگر کاری کردن خواهی همان یوسین برای تو بس است. من با پول دیگران فرزندم رو نمیخوانم شرف. گمان میکردم که تو هم مثل من، اما معلوم میشود که انسان تغییر میافته. فریده قصدی به افسون داشته رو از فرزندانمان نگیر. چرا من باید به افسون قصد کنم؟ برای آن که او همسرت را از دستت گرفت. با او رشک میکنی. برای همین به نزد مردم رفته کمک طلب میکنی. گویا به صاحب باشی، گویا تنها مانده باشی. بله راست میگی. در اول کمی رشک کردم، اما حالا خرسندم که تو را از دستم گرفت، چون که با کمک او روی حقیقی تو را دیدم. راگم این اکا هم است؟ یاسین! پسرم! یاسین ایستا! پسرم! یاسین! این کارا جوابگار بشوی! یاسین! یاسین!
این پسر کجاش؟ کجا؟ الهام تو به این طرف صالح تو به این طرف. کمی پیشتر از اینجا یک جوان دویده گذشت. او را ندیدی؟ نه ندیدم. گریخت. چرا میگریزد؟ چرا چنین رفتار میکند؟ خانم فریده خوبید؟ بس خوبم. بپرانم. راسین از این طرف آمد. ایستید نپرانید. مادر روید اینجا. ایستید نپرانید. او هیچ کار نکرده هست. باید دست نرسانید. شد سلاح را فرار. یاسین یگان به عقل نکن. این تو نبودی. آقای شرف از تو شرم میکنم. حیفی تو یاسین. شرف بس. بره درو. بیچاره من نکردم گوی. یاسین من نبودم گوی. این من نبودم گوی. اعتراض کن. همسایه های نوان رو دیدیم ولی آمدنشون را درست نشدن و علاقه در پدرشون پولیس درد تر شدن. راست میگوید رونن در سرم مشکل. آسکر بیچاره من نکردم گوی. یاسین نبودم گوی. بیهوده گریه نکن. یاسین را اکنون همینطور قبول کن. اکنون ما شرمندگی های اون را میکشیم.
گوش میکنم. افسون یاسین را دستگیر کردم. ما حالا با شعبه پلیس میرویم. خواستم برای آرام شدن از تو خبر دهم. او چه خیلی انسان است؟ وقتی که پسری من رو دستگیر کنن او آروم میشده است. تو چه خیلی پدری؟ کنی تلفن رو با من ده. الو، چرا با پسری من تهمت میکنید؟ پس از افسون ببخش، من دیرتر با تو زنگ میزنم. شرف یک دقیقه ایستو. من از فکرم گشتم. هرچی بود گذشت. من شکایتم رو پس میگیرم. این چی معنی دارد؟ چرا شکایتت را پس میگیری؟ شرف جون، یاسین حالا خورد است. یعنی شاید از قهر و غضب به این کار دست زده است. آخر تو پدرش هستی، باز صحبت کرده همش رو حل میکنی. فریده هم نباید بیماری خیز، باز احوالش وزین نشود. من کاری به من بوده رو به جا میورم، باز عذاب وجدان نکشم. نه افسون، نه. عریضه ات را نمیگیری. پسری من هم باشد جزایش رو میبیند. بیبیش رو کشتن خواست. تو را در شعبه پلیسی میذارم. چند سال در بیمارخانه خوب بودی. معجزه شد و تو چشمانت رو گشودی. به حیات برگشتی. اما قلبت حال هم خوب. تو چی گفتی؟ شکایتت رو پس گرفتی؟ چی گفتی؟ من تکلیفم رو کردم. اون طرفش کاری پسر است. انشالله نمیشود این پسر مرا کشتن خواست. خواهش شما انتخاب کنید، جان یا مال. خواستم با این راه دل شرف رو به دست بیارم. مگر شما این رو نمیخواستید؟ با همین راه من و شرف آشتی میشویم، شما باشد سلطنت خود رو ادامه میدهید. همین طور میخوانم؟ یعنی خرمالش با اون نبیره راه زنتون هرچی خواهید کردن گیرید. بهترش من برای خودم محافظ میگیرم. 2-3 نفر، نه 2 نفر محافظ میگیرم. از همه بهترش همین. تو دختری عجایب هستی. درباره تو خودم رو خیلی خوب حس میکنم. من هم به فکرم ستاره هایم موافق آمدم. تا حال با کسی خودم رو چنین حس نکرده بودم. خیر، با امینه چی؟ یعنی مناسبتتون با او چگونه است؟ امینه کودک است. مگر نمیبینی تا حال لباسای کودکا نمیپوشد. گمان نمیکردم که زنگ میزنی. مرا حیران کردی. باید با تو صحبت کنم. خیلی مهم است. نخود. اصلا من کمی کار و بار دارم. باز کمی از تو رنجیدم. سعید التماس، تنها تو با من کمک کرده میتوانی. مایلش، مادامی که چنین میگوی بیا بخوریم. نباشه در نزد ساحل با میخوریم. من زود میبرایم. مایلش، انتظار میشوم. به فکرم خلال رساندم. نه، یک دوست دیری نام بود. با من کارش رسیده است. التجا کرد که رفته اون رو حل کنم. مایلش، میتوانی ثبات ندهی سعید؟ سنم، نمیرنجی آخر؟ نه، هیچ گپ نه. یگو وقتی دیگر با میخوریم. مایلش، من بگو با تو زنگ میزنم. مایلش، تا بازدید. تا بازدید. اکر قهرمان به دستم یک دختری افتاد. زیباست. خواهید به نزدتان بیارم. مایلش اکر قهرمان، سلامت باشید. یاسین، کو گردن شیر بچه؟ دیروز همراهت کی بود؟ هیچ کس نبود، من تنها بودم. یک نفر دیگر هم بوده. او به تو کمک کرد؟ او کمک نکرد. و یک دوستم است. و خوردیم بعد او رفت. او همراه تو به خانه ندار آمد؟ به کدام خانه؟ یاسین، گپ را دراز نکن. گوش کن، از عکس تو را شناختند، اما در نظر نفر دیگری هم بوده است. پدرت را او زده است.
چی پدرم رو زده است؟ یاسین تو دیشب به خانه خانم معصوم ندار اومدی مگر؟ نه. کی این رو به شما گفت؟ از بالای تو شکایت کردند. تو را وقتی از خانه گریخته ندیدن. کلیدت رو هم افتونده ای. بله ببین در بالایش نامت نوشته شده است. من 2 روز پیش این را گم کرده بودم. مادرم هم میدونن، میتونید پرسید. یعنی تو میگویی که دیشب به آن خانه ندار اومده ای؟ ندار آمدم. یاسین چرا از ما از پلیس گریختی؟ رفیق کمیسری عادت شده است. ماشین پلیس رو در نزد خانه دیده ترسیده گریختم. میدونستم که چنین میشود. برای آمدن تشکر. آخر مهم است گفتی. اکای مرا دیده ای سعید؟ ها بله دیدم. من اکای تو بودنش رو نمیدونستم. مادری اوگایم گفتم. گپی مهم دارم گفتی همین است؟ برای من خیلی مهم است. چون که اگر اکام باری دیگر حبس شود احوالی مبرمین می شود. اپای افسون با پدرم جنجال کرده است. تو خبر داری؟ و فکرم جدا می شوند. خبر دارم. مناسبتشون خوب نیست. بعضم به افسون نگاه میکنم او رو نمیشناسم. گویا آن ملائکه رفت و به جاش البستی اومده باشد. به همش اکام گناهگار است. گوش میکنم. بله من به شبه پلیس؟ آخر من دیروز بیاناتم رو دادم کو. مایلش حاضر می آیم. از شبه پلیس زنگ زدن. باید او را از نزدیک نشان دهم. امینه کاری شما پرپیچ‌تاب است. من هم برای همین از آنها نجات یافتن میخواهم. باید هر چیز زودتر به خانه اپای افسون بکشم. مادرم مرا با مکتب دیگر میگذراند. آخر حیاتم میسوزد. خیر از من چی میخوایی؟ با پلیس بگوی که او رو ندیدم، نمیشناسم، نمیشود. یعنی میخوایی از عداوت چشم باشم؟ مگر این کار ممکن است امینه؟ با من در این انسانی بابرو میزیب است. دروغ گویم. سعید التماس برای من با عوضش هر چی خواهی میکنم. هر چی خواهم؟ یعنی هر چی خواهم میکنی؟ همین طور؟ خونی که از شراب افیگیل گرفته شده است چنین نتیجه نشان داد. احوالت خوب است جانم؟ آخر در تلفن صدایت خوب نمی‌نمود. نه همش خوب است. خیر چی شد؟ یاسین چی گفت؟ بیانات میدهد. همش رو با پلیس میگوید. چی شد؟ یاسین چی گفت؟ من نبودم میگوید. او به خانه ندار آمده است. وقتی که خاموش ایستاد فکر کردم که این کاری او است. من میدونستم که او این کارو نمی کند. کدام گناهگار گناهش رو قبول کرده بود؟ فکر میکنم روحیه گناهگاران را خیلی خوب میدانید آقای شرف. اما برای ما دلیل کامل لازم است. حالا ما شاهد را دعوت کردیم. باید همین لحظه رسیده بیاید.
تو هم نه وقت رو یفتی اطراف پر از پلیس است. با شرافت شما من هم از شعبه دور شده نمیتوانم. باز او را کوش میگویید. آخر او از شعبه نمیبراید. به خدا من به این کاری ندارم، فهمیدی؟ در اولین فرصت مرا از شرف نجات ده. دیگر طاقت کرده نمیتوانم، نه نبوت رو نه شرف رو. گویا اینجا شرکت عائلوی باشد. بیا بیا با من گوش کن، چی گفتنت رو میدونی خیره؟ رفتیم. خوش آمدی سعید جان. بیا زودتر کارمونو حل کرده به خونه رویم. از برای خدا با دقت نگاه کن، با یک شبه حیات پسرم رو نسوزان. حالا جوان است، همسال توست. اگر به نزد پایش هم هستی چیزی تغییر نمی‌یابد. یاسین گناهکار است و کسی او را نجات نمی‌دهد. بسیار خوب. مرحمت آقای سعید. گذارید. راست میگید. قامتتان را راست کنید. به اینجا نگاه کنید. خوب نگاه کنید. شخصی دیشب به خانه در آمده یکی از آنها؟ شرف تو در نزد میز چیکار میکنی؟ بیا در بری من شین. چی شد؟ چی گفت؟ آقای سعید او را نشناخت. شب تاریک بود. باوری ندارم. او این چی خیلی میشود؟ آخر تو دیروز از عکسش او را شناختی. امروز باشد از نزدیک دیده اون نیست میگویم. من میدونستم تنها تو تغییر یافته شرف. ما مثل پیشتریم. بیا شرف رفتیم. شاید این طور شدنش بهتر است. تشکر زیاد. خدا به تو عمری دراز دهد پسرم. ترا درد رو نبیند. رفتم میتوانم. با فکرم اینجا دیگر کاری ندارم. البته مرحمت. تشکری خالی نمی شود. وعدت رو فراموش نکن. تو چی این کارو مخصوص کردی؟ مگر ما چون این مسئله کرده بودیم؟ چون این مسئله نکردیم اما وجدانم نبرداشت. من نمیفهمم شما از کی بود چون این دروغگو شده اید؟ هر دویمان بیگناه بودن او رو میدونیم. چرا شما اون دوست رو محافظت میکنید؟ من هیچ کس رو محافظت نمیکنم. یعنی نخواست چون این فرصت به دستم اومد. من هم خواستم از این دردسر خلاص شوم. آخر ما رو خیلی عذاب داد. اگر برای
تاکید کردن آمده باشید بیهوده دهانتان را عذاب ندید. به کسی چیزی نمیگویم. اما شما هم به حساب من کمی پول فریزید. با رفیقانم کیف و صفا کنم. آخر روزی وزنین بود، میفهمید؟ تنها همینش نمیرسید. وقتی کارتون رو تمام کردید برآمده روید. آقای شرف با خانم افسون تنها خوراک میخورند. تو چیکار میکنی؟ این شمع رو فروزه نکن. باز دسترخوان رو نسوزانی. تو میدانی نرخ این چقدره؟ با فکرم با خاطری نبیرتون زیافت آرسته. نه، برای شما، برای آشتی تو و شرف. همین تا شرف در کجاست نمینماید کن؟ در بالا نیست. تیرزه رو پوشیده پرده رو کشیده خوب رفته. امروز چقدر کوشش کردم اما برایم نگاه نکرد. نخواهد مجبور نمیکنم. مجبور میکنی. چنانه که من مجبور میکنم تو هم مجبور کن. اکنون زود شفرت رو جد. این شب شما آشتی میشوید. من رفته دم میگیرم. من با دستی کیف دیدم. قدری خواهی کنی تو رو دستگیر میکنم. نجات نمیرسی. تو قاتلی. جسدم رو میبینم. از فساد میشم. دستگیرت میکنم. پنا را تو کشتی. هر قدری خواهی کنی تو رو دستگیر میکنم. نجات نمیابی. تو قاتلی. جسدم رو میبینم. از فساد میشم. دستگیرت میکنم. اکنون خیلی دیر شد. پنا را تو کشتی. قاتل تویی. مجبور بودم. او مرا بکش. مجبور بودم. او مرا میکشت. من قاتل نیستم. من باید از اون جسد خلاص شوم.
باور میکنی امینه؟ جوانی که دیشب او رو نشان داده بود امروز او رو نبود گفت. بله همین طور است مادر. من میدونستم که پسری من به چنین کارها دست نمیزند. اکنون اون دفتر پوشیده شد. همین طور نیاسین. همه یک جای حیات نو را آغاز میکنیم. اما چرا تو تبسم نمیکنی پسرم؟ چرا غمگینی؟ آخر نجات یافتی. خیر شد بس. این موضوع رو پوشونی. تمام. عقل داشته باشه دیگر به پدرم دست نمیرسوند. به این هم دست نرسوندم امینه. تمام جنجال رو بس کنید. بینندگان محترم، دیروز صبح بربخت جوانی در دست راه به نقطه مبادله اسعار هجوم نموده پولهای پیرزن را گرفته گریخته است. پلیس حال او را در همه جا جستجو دارد. خداوند به چنین آدمان انصاف دهد. پولهای نبیره هایم بودند. بیچاره های یتیم و بیخانه‌اند. من آنها را نگاه و بین میکنم. با آن پولها نیت خریداری خانه را داشتیم. هر که گرفته باشد خدا نصیبش نکند. حقی آن یتیم‌ها باید نصیب نکند. ما در کوچه مانده و تو چور کردن ما رو نمیدونیم. تلویزیون رو خاموش کن. برای چی؟ خاموش کن گفتم به تو. به پسرم چی شده باشد؟ دیشب احوالش خوب نبود. امروز بدتر شد. شما همیشه طرفش رو میگیرید مادر. هر کاری کند میبخشید. من طرفش رو نمیگیرم. معلوم که چه مشکلی دارد. شرف من تو رو جه زدم میخواستم. با کجا؟ به هوای تازه میبرایم. مایلش راو جونم. آخر امروز روزی وزنی بود. من تو رو انتظار میشوم. یک جا خوراک میخوریم. خواهتیش نشم. افسون همیشه استفاده میکنم و ممکن است حالا با ماشین روم. البته ممکن است. آخر ماشین از آن توست. به این هم میبینم که چند روز باز با تاکسی میگردی. شرف گوش کن. من با تو گفتنی دارم. یعنی من خطا کردم. من رو ببخش. بیا گذشته رو فراموش کنیم. مایلش در نزدیداری برام. امشب او نباید به خانه برگردد.
کجا می رود این آدم؟ چی میکوبد؟
مادر اینها چیستن؟ چیستن گفتم؟ اینها کجا؟ بلند جواب ده. به چشمانم نگریسته جواب ده. Bunlar nasıl oldu? Yalan yaşar yemin مرا التماس مرا bir sordu مادر جان التجا میکنم taşıyorum günlere döndü تو مرا کشتی یاسین taş güneş döndü کشتی yüreğim taşıp yanıyor دیوانه شده است. بچه ها می درآیند. در اینجا چی باشد؟
البته آنجا افسون است. هیچ به خیالم نمیزد که کار چنین آسان می شود.